نماز تهجد نماز عاشقی برادرای عزیز، نمازی که در دل شب خونده میشه، نه ریا داره و نه سمعه داره و خودنمایی نداره. حتی تنها یگانه کسی که تو را میبینه در خوندن تهجد الله هست خودت. و شب خستن و در این فضای، در این حالتهای خنکی و در حالتهای گرمی جوگای خواب خنک کردن و خسته و تارت کردن کاری هر بزدل نیست، کاری هر کس نیست. هر کس گرده نداره که شب بخیزه و همون کورپه گرم شیطان بگیره، یعنی مپرته و بسم الله الله اکبر و خیزه و تارت کنه. این هم هر کس خدا نصیب نمیکند. خیلی مشکل است که شیطانی بدبخت تمام قوتش صرف میکنه تا که تو را نمیمونه بخیر. و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، اولا سلام خدا و پیام خدا و رحمت و برکات خدا و خیر و خوبی های خدا و لطف و مرحمت و مهربانی ها و نوازش های پروردگار بر شما باد، پدران، برادران عزیز و ارجمند. اولا از خدای پاک میخواهم که خداوند این مجلس ما را سرتاپا مجلس نورانی بگرداند و خداوند مهربان گذشتگان اهل این دهه، گذشتگان اهل این خاندان حاجی بابا یکمان خداوند رحمت کند و روحاشان از جمیع فرزنداشان، از اهل بیتشان خوشنود و راضی بگرداند و این مولودی با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برای همگی شما برادران و خصوصا خاندان حاجی بابا یکمان خدای مهربان مبارک گرداند و با امید شفاعت روز جزا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که همه با امید این شفاعت سعی و کوشش و تلاش های حاجی اکمان با اهل خاندانشان است، پروردگار از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم با نصیب مگرداند. برادران عزیز، وقتی که دملا یکمان صحبت کردن الحمدلله بسیار محفل نورانی شد. صحبت زیاد نمی کنم، فقط در برابر صحبت های حضرت منم همین قدر خوش کردنی هستم که توصیه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما و شما گفتن. توصیه های رسول اکرم بر صحابه و از صحابه به من و شما آمد رسید. باید ما اگر بخواهیم که لذت زندگی، لذت ایمان برویم، از توصیه های رسول الله استفاده ببریم. بعد همون حالت زندگیش لذت می شود. لیکن وقتی که مسلمان هستیم، امت رسول الله هستیم و کرکرانه زندگی کنیم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچی ندانیم و هیچی توصیه را نگیریم و در زندگی هیچی از سنت ها و فرمایشات رسول الله تطبیق نکنیم، عملی نکنیم، این زندگی تا خشک خالی میگذره میره. برادر عزیز، در باب نمازهای نافله گفتن، در حقیقت این نمازهای نافله اکمال همون فرضا و واجبا مان است. دیگر اینکه نماز نافله هایی که حضرت حاضر گفتن توصیه های رسول الله لذت دیگر دارد، خصوصا نماز تهجد. همین نماز تهجد نماز عاشقی برادرای عزیز، نمازی که در دل شب خونده میشه، نه ریا داره و نه سمعه داره و خودنمایی نداره. حتی تنها یگانه کسی که تو را میبینه در خوندن تهجد الله هست خودت تمام. و شب خستن و در این فضای، در این حالتهای خنکی و در حالتهای گرمی جوگای خواب خنک کردن و خسته و تارت کردن کاری هر بزدل نیست، کاری هر کس نیست. هر کس گرده نداره که شب بخیزه و همون کورپه گرم شیطان بگیره، یعنی مپرته و بسم الله الله اکبر و خیزه و تارت کنه. این هم هر کس خدا نصیب نمیکند. خیلی مشکل است که شیطانی بدبخت تمام قوتش صرف میکنه تا که تو را نمیمونه بخیزی. لیکن در این حالت باید ترس خدا، محبت رسول، عشق خدا، عشق رسول باید بیدارت کنه که وقتی که انسان میخیزد در دل شب طهارت میکند و احساس میکنه که رب و پروردگارش به اون نزدیک و دروازهای آسمان باز کرده است و پرده ها هم از بین گرفته شده است، تو بدون حجاب و پرده با خدای خود صحبت میکنی، یه لذت عجیب میبری. برادر عزیزم، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه را روایت میکنن، شب از شبها خواب دید. 10 ساله بود میگه. هم وقت عبدالله ابن عمر خواب دید که ملائکه های دوزخ به طرف دوزخ کشیده برسا دیانش. خب منظره را در خواب دیدن. حضرت میگه در مسیر راه بود که یک ملائکه از ملائکه های رحمت پیدا شده، از دست ملائکه
آزاد گفت بچه عمر تو زیب دوزخ نداری، آزادی گفتش. میگه وقت خیز از خواب نزد حفصه مادر آمدن، گفتن که اپا جان من همیشه یک خواب عجیبی دیدم، بسیار خواب دهشتناک، میترسم که عاقبتش چی باشه، چی بشه که از پیامبر صلی الله علیه وسلم تعبیر خواب ما بپرسی. خیلی که حضرت گفتن رسول الله صلی الله علیه و نماز بامداد میخوندن، در خونهشون نمی آمدن، حتی اشراق را میخوندن بعد می آمدن، تا وقتی نماز اشراق ذکرها میکردن، مثلا عبادت های خودشان میکردن، اشراق میخوندن بعد می آمدن. وقتی آمدن حفصه مادرمان از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم پرسانی کردن که یا رسول الله، عبدالله برادری من همیشه خواب دیده است، بسیار بچیاش در دهشت شده است، ترسیده، واهمه زیرش کرده است. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم توجه به حضرت عبدالله ابن عمر کردن و دست مبارک در کیسشان گذاشتن، گفتن عبدالله بسیار بچه خوب است، لیکن خوب میشه که نماز تهجد بخونه. 10 ساله بودم گفت. از اون زمانی که رسول الله امر کردن که نماز تهجد بخوانم، من دیگه تهجد ما تا روز حیات بدم ترک نکردم. نماز تهجد بسیار فیض و فضل بسیار عجیب داره برادران عزیز، اگر بخوانیمش. یا نماز اشراق گفتن حضرت، نماز اشراق فیض عجیب دارد. همین کلانامون باباهامون قبلگاهامون خدا رحمتشان کند میخوندن این نماز را، دلایل خیرات میخوندن، بعد امام داد اورات فتحیه میخوندن، بعد اشراق را بعد این میخوندن، بعد چای سحر میخوردن. خدا رحمت کنه قبلگاه ما وقتی نماز امام داد میخوندن تا حسی روزه دلایل خیرات میخوندن، بعد دلایل خوب با اورات فتحیه میخوندن، بعد او اشراق را میخوندن، بعد میگفتن که چای بخوریم. همه زندگی خوب گذراندن الحمدلله، پر از عبادت و پر از بندگی. خوب میشد که اگر همه ما و شما هم همین توصیه هایی که حضرت دملای کمان از زبان رسول الله، از زبان صحابه به ما و شما درس گفتن در این محفل خوب، اگر یکم دویم پنجم دهم اگر حلقه گوشمو بکنیم و امی عمل در زندگیمو جاری کنیم، در زن فرزندانمو جاری کنیم، انشالله هم شما ثواب میگیری، هم حضرت ثواب میگیرن، هم این درس عملی میشه در بین امت. خداوند تبارک و تعالی توفیق بندگی برای همه ما و شما نصیب و روزی کنه. و محفل خیر خوبه پروردگار در خانه های بویا کمان مبارک کنه و به حرمت قدوم این بزرگا و دوستای خدا در این محله، در این خاندان، خدا فیض و برکاتش را نازل بگرداند. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. یادت قوت ایمان من، ذکر نامی پاکی تو، جان بود بر جان من. یا رسول الله یادت قوت ایمان من، ذکر نامی پاکی تو، جان بود بر جان من. شوق دیداری تو ای پیغمبری عالی جناب، به خودی ها در دلم اندازده سلطانی من. شوق دیداری تو ای پیغمبری عالی جناب، به خودی ها در دلم اندازده سلطانی من. یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله یا شفیع الله. اندر آن دم کی به بالی نی اجل افتد سرم، شوق یادت را بگردان دافعی شیطانی من. اندر آن دم کی به بالی نی اجل افتد سرم، شوق یادت را بگردان دافعی شیطانی من. دارم امید که نامت دستگیر
شود تا سلامت ماند از دوی لعین ایمان من. دارم اومده کی نامد دستگیری من شود تا سلامت ماند از دوی لعین ایمان من. یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله یا شفیع الله. چون بگورم دو ملک آیند و پرسندم مرا دردمند از غم شوم نامت شود درمانی من. چون بگورم دو ملک آیند و پرسندم مرا دردمند از غم شوم نامت شود درمانی من. روزی محشر در سوال و در حساب و در کتاب در صراط و در دمی سنجیدنی میزانی من. دستگیر نست و مر عبدالحی سرگشت را غیر از ذاتی شریفت ای شفیعی جانی من. یا رسول الله یا حبیب الله یا شفیع الله یا شفیع الله. اللهم صل وسلم وبارك